سلام، شب بر همگی شما عزیزان بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بعد از مدت ها توی یک برنامه لایف کنارتون هستم. باعث افتخارمه که امشب در کنار شما عزیزان هستم. سلام سلام، خیلی خوش آمدین. منتظر دوست و همکار عزیزم هستیم، آقای دکتر خان مختاری. سلام سلام به همگی شما عزیزان، مرسی که امشب همراه ما هستین با موضوع لایو بازاندیشی در معنا درمانی. به به، پرهام اومد. پرهام اگه به من یه ریکوست بدی من شما رو به لایو اد کنم. پرهام سلام. سلام، وقتتون بخیر. خوبی؟ وقت شما بخیر باشه. خیلی ممنونم. خوش آمدی، خیلی خوشحالم. پرهام صدا تصویر من خوبه؟ صدا تصویر تو خیلی خوبه. بله شما برای شما خوب. خدا باشه. ممنونم از اینکه امشب رو کنار من هستی تا با هم در مورد موضوعی که من تو چند وقتی داریم راجبش با هم دیگه گپ میزنیم بیشتر صحبت بکنیم. سپاس از عزیزانی که امشب رو کنار ما هستن. من تا حدی فکر کنم بچه هایی که دارم میبینم میان تو لایو فکر کنم منو بشناسن. خیلی کوتاه خودم معرفی میکنم، بعد از تو خواهش دارم که خودت رو به مخاطبانمون معرفی بکنی که بریم سر اصل مطلب. من مسرور موسوی هستم، روانشناس، روان درمانگر. حدوداً 6 ساله که به عنوان روان درمانگر افتخار همکاری با فرد رو دارم، یعنی درمانگر فرد هستم. در اون حوزه تخصصی که درش کار میکنم فرده و 3 ساله که متمرکز بر موضوع مهاجرت مشغول به فعالیت هستم و به طور کلی درمانگر در واقع موضوع اختلالات فردی موضوعی هست که بهش میپردازم و خیلی خوشحالم که امشب در خدمت تو و همه عزیزان شنونده و بینندمون هستم. از تو میخوام که خودت بچه ها معرفی بکنی و بریم بر ادامه لایو. من مرسی ازت. من پرهام هستم. پزشکی رو گذروندم در کشور گرجستان و در اواسط گذراندن این دوره به فلسفه اگزیستانسیال یا بهتر بگم فلسفه قاله‌ای علاقه‌مند شدم و به دنبال اون هم رفتم به دنبال حوزه علوم انسانی و این باعث شد که بیشتر وارد این حیطه معنا، آزادی، مسئولیت پذیری و اینجور چیزها بشم که خب در همین اواسط بود که متوجه شدم که اینها ربطی هم پیدا میکنه به روان درمانی و مطمئنا به فردی به نام فروید که این خودش باعث شد که من شروع کنم به مطالعه متون و خب همین هم علاقمندی رو ایجاد کرد در من که بخوام بخوام تخصصم رو برم به اون سمت و اونجا رو به عنوان مقصد مهاجرتم انتخاب بکنم. بسیار عالی، خیلی خوشحالم که امشب رو کنار همدیگه هستیم. من و تو مدتی هست که داریم با هم در مورد معنا درمانی صحبت میکنیم و من به لطف تو این فرصت رو داشتم که این بار که کتاب انسان در جستجوی معنای دکتر فرانکل رو میخونم با ابعاد دیگری از این مسئله مواجه باشم و از نقطه دیگری این رو ببینم. موافق هستی که مخاطبانمون بگیم چی شد که اصلا تصمیم گرفتیم این لایو رو با هم دیگه داشته باشیم؟ بله چرا که حتما خوشحال میشم بهمون بگی پرهام. دلیلی که من این خودش باعث شد که در حین خوندن متون انسان در جستجوی معنا من درنگ بکنم و دوباره روش تأمل بکنم این بود که اون زمانی که من این کتاب رو مطالعه کردم خب جایی از این متن رو هایلایت کرده بودم، یعنی برای خودم انگار پرسش برانگیز بود و بعدها که دیگه وارد فلسفه شدم و بیشتر با متون کلاسیک آشنا شدم متوجه شدم که بله. انگار در بازبینی این متون یه جایی اصلا انگار نمیخونه، یعنی یه حالت تناقضی ایجاد میشه در من. علاوه بر تجربه زیستم بود از خودکشی یکی از هموطنان توی کشور گرجستان که ما در یک گروهی بودیم و اونجا افراد
نگاهشون رو بازتاب میدادن و این خبر اونجا خب منعکس شد و یک فرد اومد این جمله نیچه‌ای که فرانکل در کتابش اون رو نقل کرده بود رو بیان کرد و این برای من اینگونه بود که این آیا موعظه است؟ یعنی به چه نشانه؟ یعنی اگر فرد دست به اقدام خودکشی زده پس چون معنایی برای زندگیش نداشته خب همین، هیچ اهمیتی نداره. من فکر کردم یک حاله این کار، یعنی برای مواجه نشدن با درد و رنج اون فرد این حاله رو بکشیم که خب بله چرایی نداشته و دست به چنین اقدامی زده و همین. دقیقاً. این سوال به من ایجاد شد و بعدها هم من وارد اینجا مؤسسه‌ای شدم که تراپی قفقاز نام گرفته بود و یه دوره‌ای هم گذروندم. این دوره رو که گذروندم باز داخل دوره یه نگاه انتقادی داشتم به استادم که ایشون از هر طرف که ما صحبت می‌کردیم، مثلا من بیشتر نقل قولی که می آوردم یا بهتر بگم گفتمانی که اونجا مطرح می‌کردم از کامو بود، ولی اون سریع یک گاردی میگرفت میگفت نه، کامو، سارت، اینها که از اگزیستانسیالیسم حرف میزنن هیچ ربطی به فرانکل نداره و فرانکل رو از منظر جستجوی معنا طوری نگاه میکردن که بسیار نزدیک بوده به الهیات. تا حالا گفتگومون میتونی بیشتر بازش بکنی. حتما پرهام، مرسی از توضیحت. پرهام، این بار که داشتم کتاب، من فکر کنم بهتم گفته بودم این مرتبه بار سومی بود که من در طی این 31 سال این کتاب رو میخونم و اتفاقی که میافتاد طی کتاب پیرو صحبتایی که با تو داشتیم یا حتی تجارب زیسته اخیر خودم یا حتی این شانسی که داشتم که سال گذشته مقاله رو بخونم در مورد این جمله نیچه که اون چیزی که تو رو نکشه قوی ترت میکنه، فهمیدم که نه، انگار که یک چیزهایی، خب ما میدونیم خیلی از بزرگان فلسفه نویسندگان بسیار خوبی بودن، یعنی ما واقعا گاهی تحت تاثیر ادبیات قدرت، مثلا سلام سانه عزیز، خوش آمدی به رایب عزیزم، ما تحت تاثیر جملاتی گاهن ممکنه قرار بگیریم که خیلی وقتا این جمله هایی به لحاظ ادبیاتی جمله بسیار قشنگ و تاثیرگذاری باشن، اما اگه بخوایم اینها رو به نوعی به همه تعمیم بدیم، انگار یه بخش اعظمی از آنچه که به اون آدم ها میگذره رو نادیده گرفتیم. کما اینکه در این مقاله‌ای که من سال گذشته خوندم مشخص شده بود که نه، الزاما اون چیزی که ما رو میکشه قوی ترمون هم نمیکنه و فکر میکنم PTSD خودش مصداقی باشه بر این که اون چیزی که ما تجربه میکنیم و میتونه تا سرحد مرگ ما رو به چالش بکشه، الزاما بعدش ما رو قدرتمند میکنه. موافق هستی یه تعریفی از روان درمانی اگزیستانسیال بگیم که مشخص بشه اصلا چرا ما میخوایم از منظر اگزیستانسیال به نوعی به این جریان نگاه بکنیم؟ بله حتما، چرا که نه. چیزی که من میخوام از روان درمانی اگزیستانسیال تعریف بکنم، خب یه حالت متافور داره، یه حالت تشبیه گون داره که خیلی راحت میتونه برای مخاطبین این رو شکل بده تا بهتر بتونن متوجهش بشن، چون از اسمش اگزیستانسیال خیلی عجیبه، مثلا یعنی چی، یا حتی مثلا به معنای فارسیش که حالا وجودی هستش یکم مبهم، وجودی یعنی چی. و فرد اگه بخواد لغتنامه ده خدا رو باز بکنه بخواد بخونه میره توی وادیای عرفان و فلسفه و اینجور چیزا، اصلا نمیفهمه یعنی چی. تشبیهی که میخوام استفاده کنم از ماشینه. البته این رو مقداریش رو از دکتر بابایزاد قرض گرفتم، یه چیزایی بهش اضافه کردم که میتونه برای مخاطبین جذاب و جالب باشه. شما فرض بکنید ماشینی دارید و موتور این ماشین زندگی و مرگ و لاستیک‌های جلوی این ماشین معناست و مسئولیت و لاستیک‌های عقبش آزادی و انتخابه. یعنی این آزادی و انتخابی که اجازه میده و در واقع باعث میشه که این ماشین راهبر باشه به سمت جلو و این لاستیک‌های جلو به همراه فرمان در واقع این معنا رو، مسئولیت رو داره برای فرد که هدایت بکنه ماشین. راننده درمانگره و شخصیت خاص او در رانندگی، درسته؟ و در کنار و اون جانشینی اون پشت ماشین و جایی که خب داخل ماشین هست، حالا در گروه درمانی میتونیم از اتوبوس استفاده بکنیم، مسافر میشم اون درمانجو که میخواد این مسیر رو با ما همراه باشه و این مسیری که ما داریم میریم یک مقصدی داره و ما نمیدونیم توی راه قراره چه اتفاقاتی بیفته و یک کتابچه هم وجود داره برای
راننده که میتونیم بگیم کتابچه راهنماه و رویکرد درمانی فرده که میخواد این رویکرد رو بدونه قراره چه درسته. و ماشین های دیگه ای هم که میتونه فرد انتخاب بکنه رویکردهای دیگه هست، یعنی اینکه چه نوع ماشین بکنه با چه شیوه ای و اینها. و آینه های بغل، آینه عقب، همه اینها میشه اخلاق حرفه‌ای فرد که از اون آینه ها استفاده بکنه در مسیری که داره پیش میره. اگه راننده در این مسیری که با هم دیگه قرار گرفتن دارن پیش میره، اگه فقط به مسیر چشم بدوزه، یعنی اون رویکرد براش خیلی مهم باشه، اصلا دیگه ارتباط انسانی با مسافر نخواهد بود. درست، کاملا یه حالت مکانیکی میشه به قول گفتنی. فقط میخواد اون مقصدی که گفته شده برسه، نه اون مقصدی که مسافر قصد داره یا نیت داره به قول گفتنی. اگه فقط این رابطه باشه که به مسافر یا همون درمانجو توجه بکنه و باهاش ارتباط بگیره و صحبت بکنه، ممکنه از مسیر خارج بشه. پس باید هر دو باشه که این مقصد برسن و هر دو هم وقتی شروع میکنن این مسیر رو با هم دیگه رفتن، نمیدونن که این مقصدی که قراره بهش برسن قرار حتما برسن یا نه. با هم دیگه تا میکنن که بله اینجور مقصدی هست، با هم دیگه بیایید بریم. و این چیزیه که میشه گفتش که تعریف من از روان درمانی اگزیستانسیاله. و این مسیر که بسیار در فلسفه مارتین هایدگر توی حوزه اگزیستانسیالیسم وجود داره، همون در جهان بودن. این در جهان بودن به قول گفتنی قبل از هایدگر در فضا نبودیم، ما در جهان بودیم. این چیزی که هی هایدگر روش داره حرف میزنه در جهان بودن، در جهان بودن، معنیش به اینه که پیش از اون چیزی که انسان به صورت علمی اومد سراغش، حالا میشه گفتش از نگاه دکارت، که دنیای بیرون رو خارج کرد از خودش و خواست به صورت ذهنی و عینی بره به سراغ طبیعت و اونها رو مورد آزمایش قرار بده. یعنی اول گفتش که من فکر میکنم پس هستم. هایدگر اینو کاملا معکوس کرد که نه، پیش از این من تو جهانم، من خارج از اون نیستم و دائما من در این زندگی، در تمامی این کارها، من دارم یک فعلی رو انجام میدم که اینجا خیلی نزدیک میشه رویکرد اگزیستانسیالیسم با پراگماتیسم، یعنی عملگرایی فرده. یعنی همواره من دارم انجام میدم. من فردی نیستم که از این جهان خودم رو بیرون بکنم، بیرون قرار بدم و بخوام اون رو مورد آزمایش قرار بدم، مورد بازبینی قرار بدم. من دائما در این جهان دارم زندگی میکنم با آدم‌های مختلف، با محیطی که درش هستم و حتی با خودم. که روان‌درمانی اگزیستانسیال مخصوصا رولومه میاد این وجوه من با خودم رو مورد انعکاس قرار میده که توی کتاب میشه گفتش که کتاب عشق و اراده این رو کاملا منعکس میکنه. فرهام منو داری؟ من فکر کنم این تصویرت بر من ضعیف شد. من هر جام اینترنت ضعیف میشه، من این ایده رو دارم که اینترنت منه که ضعیف شده. مرسی ازت برای توضیحت. و بیا کمی راجع به فرانکل هم بگیم. تو من میدونم که دوره‌های مختلفی رو هم در حوزه معنا درمانی گذروندی که واقعا خوشحالم که این فرصت رو به ما دادی که بتونیم اینجا راجع به این مسئله به طور واضح‌تری صحبت بکنیم. فرهام یه نکته رو فقط بگم قبل از اینکه از تو خواهش کنم در مورد فرانکل کمی بیشتر به ما بگی، اینه که به عنوان درمانگری که تو این سالها شانس یاد گرفتن رویکردهای مختلف رو داشتم، خیلی جاها فهمیدم که ما نمیتونیم فقط صرفاً به این تأکید بکنیم که چه روی کردی درمانگر داره، بلکه اینکه درمانگر به چه شکل توان این رو داره که در فضای یک ارتباط امن این روی کرد رو به ابزار سالمی تبدیل بکنه برای تجربه اون چیزی که مراجعه کننده با خودش به اتاق درمان آورده. به نظر میرسه که به قول یکی از اساتید عزیزم همیشه میگفت رابطه‌ای که درمانگر، اون رابطه است که درمان رو شکل میده، نه الزاماً روی کرد. اما ببخشید من یه چیزی دیدم اینجا پاسخ بدم به روی چشم، حتما لایف سیو میشه آقای ارشی. پس در تایید تو میخوام بگم که انگار روان درمانی یک پکیجی از مؤلفه های مختلف در کنار همه که در نهایت میتونه به امر مهمی چون درمان در واقع منتج بشه.
مرسی پرهام جان. من ممنون میشم که کمی فرانکل رو معرفی بکنیم به مخاطبانمون. مشخصا هم در اون چیزی که من و تو اینجا راجعش صحبت میکنیم کتاب انسان در جستجوی معنای دکتر فرانکل هست که تا حد زیادی کتاب شناخته شده ایه در کشور ما. با توجه اینو پرهام بر اساس تیراژی اون نسخه چاپی هست که کتاب ها به اون نسخه چاپ رسیدن میگن. درسته، خیلی ممنون از توضیحاتتون. ببینید دکتر میشه گفتش که در دوره‌ای زندگی میکرده و میشه گفتش که چشم به جهان گشوده میکنه به قول گفتنی در دورانی که هم روانکاوی و هم رواندرمانی فردی آدلری بسیار مطرح بودن و ایشون ورود میکنه به روانپزشکی و رواندرمانگری. جالب بدونید که هم فروید و هم آدلر اگر شما برید مطالعه بکنید زندگی شخصیشون رو، اینها هیچ کدوم وارد هیچ روانپزشکی نشدن در ابتدا. یعنی نورولوژی بودن و همینطور عصب شناسی در واقع چشم رو آدلر انتخاب میکنه و بعدها گرایش پیدا میکنه به روانکاوی و بعدم که از روانکاوی خروج میکنه و مکتب خودش رو ایجاد میکنه. فرانکل با هر دوی اینها در ارتباط بوده، هم با آدلر و هم با خود فروید و همون مواقع، یعنی در سن حدوداً 25 تا 30 سالگی متوجه میشه که انگار اینها وقتی دارن از مکتب خودشون صحبت میکنن یک نگاه کاملا تعصبگونه دارن وقتی انسان رو میخوان مورد ارزیابی قرار بدن یا میخوان باشون مواجه بشن. یعنی اون inferiority complex و اودیپال کامپلکسی که فروید ازش حرف میزنه و همینطور آدلر که حالا به عقده حقارت و همینطور عقده اودیپ معروف هستن، این دوتا فرانکل هر دو رو کنار همدیگه قرار میده و میگه اینها هر دوشون انگار در یک جا قرار گرفتن و انسان انگار میخوان یک شکل به یک صورت به یک شیء خاص بیان بکنن و ایشون تلاش میکنه که مکتب خودش رو، یعنی قبل از بگیره توضیح بده و از همون زمان شروع کرده بوده به مطالعه یکی از فیلسوفای مهم، ماکس شلر، که ماکس شلر پیداشناس بوده. از همونجا یک ارتباطی میگیره با ارزش، معنا و عشق که یکی از کتاب‌های مهم شلر هستش. از اونجا که ارتباط میگیره با این کتاب علاقه‌مند میشه و میره حتی در مکاتب فلسفه هم شرکت میکنه، ارتباطاتی که با یاسپرس میگیره و دیگران که در جنگ جهانی دوم به دلیل اینکه خودش و خانواده‌اش یهودی بودن دستگیر میشن و اتفاقاتی که خود در کتاب انسان در جستجوی معنا کاملا منعکس شده، تجربه زیسته فرانکل و میشه گفتش انگار از دل همین تجربه زیسته است که این معنا درمانی و اینها انگار پیریزی میشه و بسیار میشه گفتش که روش تمرکز میشه، خود فرانکل روش کار میکنه و ارتباطاتی که با کسانی که اونجا حضور داشتن در اردوگاه و بعدها که از اونجا خارج میشه و افراد بیشتری رو میبینه، مراجعانش رو درمان میکنه و کتاب‌هایی که بعد از اون مینویسه، مثلا انسان در جستجوی معنای غایی، معنا درمانی و کتاب‌های دیگه‌ای که چیزی که خیلی مهمه اینه که اختلالات اعتیاد، افسردگی و پرخاشگری رو جزء مثلث روان‌نجندی میدونسته فرانکل و معنا درمانی رو میتونسته برای اونها قابل درمان بکنه، از این مکتب استفاده بکنه و اونها رو درمان بکنه و تکنیکایی هم که استفاده میکرده و میشه گفت در اکثر کتاباش هم از اونها یاد میکنه، تکنیک تغییر نگرش بوده. یعنی تلاش میکرده که نگرش مراجعینش رو تغییر بده برای مواجهه با مثلا رنج‌های اجتناب‌ناپذیری که داشتن و همینطور قصد متناقض یکی از تکنیک‌های دیگه‌اش بوده در نسبت با مراجعینی که با وسواس به مشکل خورده بودن و همینطور گفتگوی سقراطی که پرسشگری می‌کرده و یک حالت چالش و چالشی ایجاد می‌کرده که فرد یه حالت به فکر فرو بره و بگه آهان برسه به قول گفتنی در آخر این مکالماتی که یا گفتگوهایی که با فرانکل. پس میشه گفتش که از این نگاه میتونیم بگیم که ویکتور فرانکل از تجربه زیسته خودش انگار کمک گرفته و مکتب خودش رو شکل بده. بله. در حالی که
میدونیم الان، یعنی وقتی آدلر رو مطالعه میکنیم، فروید رو هم مطالعه میکنیم، میفهمیم که تجربه زیستی اونها هم یه جورایی باسا به روی کردشون بوده. یعنی آدلر به خاطر اتفاقی در کودکیش افتاده بوده و فروید هم چه داستان بلند حال گفتنی که حالا دیگه واردش نمیشه. بله بله. به نظر میرسه که پرهام اون جریانی که در مورد ویکتور فرانکل شاید توجه مخاطب رو به خودش جلب میکنه اینه که انگار در کتاب ما شاهد منتهی علیه رنج هستیم به نوعی، یعنی از اون جایگاهی که در واقع مرسی سارا جون، ممنونم از نکته‌ای که با ما به اشتراک گذاشتیم. ما در کتاب شاهد این هستیم که یک تصویر واقعا عجیب و غریبی از رنج وجود داره، کما که هممون فیلم هایی هم دیدیم، فیلم هایی که من خودم هم توی کانالم، یعنی اون بازه‌ای که داشتم کتابو میخوندم دوباره فیلم هایی که فکر میکردم به نوعی انگار این که داره این کتاب رو برای من لینک میکنه به اون محتوایی که اون روزها آدم‌ها تجربه میکردن رو نگاه کردم. و به عنوان مثال کتاب Life is Beautiful، فیلم Life is Beautiful یا لیست شیلدر یا کتاب فیلم سینمایی پیانیست، که همشون به نوعی دارن نشون میدن که اون سختی که اونجا داشته میگذشته چقدر سختی عظیمی بوده. و وقتی وارد در واقع کتاب فرانکل رو میخونیم، به تجربه نوجوانی و سالهای اولیه جوانی اشاره میکنم بعد از اینکه کتاب رو خوندم. به نظر میرسه که این توجهی که یک کتاب میتونه جلب بکنه به نوعی نشون دهنده اینه که یک امید میتونه نجات دهنده آدم‌ها از اون شرایط سختی که داشتن بوده باشه. شرایط سختی که ما فقط توی فیلم دیدیم و توی کتاب‌ها راجبش خوندیم. حتی شاید تصورش برای منی که سالها بعد از اون ماجرا دارم اون رو میخونم راحت نباشه. اما به نظر میرسه که وقتی ما روی یک مؤلفه تأکید بیش از حد می‌ورزیم، انگار همزمان که داره این تک مؤلفه به عده‌ای کمک میکنه، میتونه برای عده دیگه مخاطره آمیز باشه. یعنی یه جایی توی کتاب فرانکل میگه آدم‌هایی که به نوعی ایمانشون و امیدشون رو از دست دادن محکوم به فنا بودن، در حالی که ما میدونیم که خیلی از آدم‌هایی که توی اون جنایت از دست رفتن امید داشتن. پس یکم انگار اون چیزی که ما اینجا داریم راجبش حرف میزنیم تحت عنوان معنا درمانی، ما میدونیم که در همه این سالها آدم‌هایی از معنا درمانی استفاده کردن و حتی خیلی وقتا خودم در اتاق درمان به عنوان یک درمانگر میبینم که آدم‌ها یک جایی با پیدا کردن یک معنای خاص برای یک تجربه میتونن به نوعی با اون تجربه به یک کامپتیبیلیتی یا سازگاری سالم برسن. ولی آیا الزاما همیشه معناها رو پیدا میکنن؟ یا اساساً معنا چیزیه که ما قرار دنبالش بگردیم؟ اگر پیدا نکردیم چی؟ بله، میشه گفتش که انسان‌هایی هستن که اصلا ممکنه در طول تمام عمرشون در جستجوی معنا باشن و این چیزی نیستش که بتونن فقط این به صورت کشف کردنی یا ساختنی باشه. در موقعیت‌های مختلف اصلا در شیوه پست مدرن که دارن به معنا نگاه میکنن، معنا رو جزء شبکه میدونن، یعنی اصلا شبکه در هم تنیده است و این نیستش که بخواد از یک بعد فقط نگاه بکنه. بله بله بله. و من فکر میکنم شاید اون چه که برای روان درمانی داره اتفاق میفته، اگر دقت بکنیم ما از انواع و اقسام مختلف رویکردهایی که کوتاه مدت هستن، بلند مدت هستن، رویکردهایی که متمرکز بر گذشته کار میکنن، رویکردهایی که متمرکز بر اینجا اکنونن، متمرکز بر هیجانن، متمرکز بر افکار و احساس. من خودم فرهم 6 سال کار CBT انجام دادم، همچنان خودم درمانگر شناختی رفتاری میدونم که همچنان داره یاد میگیره. و ما انگار که در اتاق درمان و در مورد بشر با چیزی بیش از یک موضوع مواجهیم، با مجموعه از داده ها در اتاق درمان مواجهیم که اگر ما بخوایم پیوسته مراجعه رو بیاریم روی این نقطه که بیا معنیش رو پیدا بکن، انگار اصلا میخوایم یک سر شدنی رو در برابر دردی که شاید واقعا حتی معنی هم داره، رنجی که شاید حتی واقعا لازم هم هست که تجربه بشه ایجاد میکنیم. انگار به نوعی
یک مراقبت هست از من در برابر اینکه من رنج تجربه نکنم، در حالی که خود اون رنج اگر به نوعی تجربه بشه در اتاق درمان بتونه اثر شفابخش و درمانی داشته باشه. فرام موافق هستی که معنا درمانی انگار ازش یک اسطوره سازی صورت گرفته؟ بله، یعنی این نگاهی رو من داشتم. حالا یه پستی رو من گذاشته بودم در صفحه‌ام، ولی خب دقیقا. اون نگاه نقادانه‌ای داشت. حالا من یکم منعطفش کردم نسبت به نشستی که امروز داشتیم. خب اونجا بازه، چون به سراغ این رفته که اصلا ببینیم آیا روایتی که از اردوگاه کار اجباری داره میگه درست بوده یا نه، که ما با اون کاری نداریم. بیشتر همین متنی که فرانکل ازش نوشته در کتاب انسان در جستجوی معنا رو کار داریم. و من از دو وجه به سراغ این موضوع میرم. یکیش به قول گفتنی دال مرکزی این گفتمان میشه گفت فرانکل هستش که معنا رو پیدا بکن. و در کتاب، نه تنها در این بلکه در کتاب پزشک و روح، در این رو متوجه میشید که متنی که یادداشت کرده بسیار نزدیک به کتاب عهد عتیق، پندگونه، نصیحتگونه به افرادی که دارن کتاب رو مطالعه میکنن. یعنی کسی که مواجهش با متنه این گونه متوجه میشه که انگار درمانگر دیگه از اون هیتش خارج شده و داره اونها رو پند میده به قول گفتنی. من چیزی که تلاش کردم که متنهایی رو تشبیه بدم و یا به قول گفتنی تباشناسانه پیش برم و بتونم یک نگاهی داشته باشیم به این که انگار نه تنها سکولار شده به قول گفتنی فرانکل در جهان امروز، یعنی در اکنون و حال، بلکه از یک طرف دیگه اومده کمک گرفته تا این کتاب رو و اون چیزهایی که میخواسته پند بده رو به صورت خیلی جالب و جذاب به مخاطبینش القا بکنه. مثلا در عهد عتیق چیزهایی که گفته شده حالا از زبان خداوندی که حالا یادداشت شده، مثلا یک جا هستش که میگه تو رو در کوره رنج آزمودم. حالا من اینها رو این جلوتر میبینیم که چقدر شباهت خاص داره به فرانکل که اینها رو میاره و در کتابش انعکاس میده. یا آنان که به خدا امید دارند نیرو می‌یابند. اینها مثلا بخوام منبعش هم براتون بگم اشعیاست و همینطور مرعسی و مهمترینش هم که در تثنیه اومده. یعنی اینها مثلا 10 فرمان تورات که بسیار هم معروف هستش، پندی که موسی به قوم بنی اسرائیل میده در هنگامی که دارن از مصر خارج میشن، چون انتظاری نداشتن که موسی برگرده، به برادرش میگن که بیا ما یه خدایانی برای خودمون بسازیم، بت بساز. و موسی وقتی برمیگرده مورد حیرت قرار داده میشه و خدا این فرمانها رو یادداشت بکنه بر روی سنگ. این 10 فرمان خیلی شباهت داره با 10 میشه گفتش که 10 تا توصیه که فرانکل تو کتابش میکنه. و اتفاقا من اون دوره‌ای رو که گذروندم تو معنا درمانی، این رو استادمون توضیح داد و من متوجه شدم که چقدر اینها به هم دیگه نزدیکن. اون 10 فرمان تورات من یکی یکی میخونم و جلو میرم. بله. خدایی جز من نداشته باش، همون توحید. بت‌ها رو مپرست، نام خدا را به باطل مبر، روز سبت را مقدس نگهدار، پدر و مادرت را احترام بگذار، قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، که دروغ نده و طمع مورز. در مقابل لوگوتراپی میاد 10 اصل معنا بنیاد قرار میده که در زندگی در هر زندگی یک معنایی وجود داره. انسان به نگرش خودش رو برگزینه. رنج میتونه سرچشمه معنا باشه. مسئولیت در برابر معنا شخصیت انسان رو میسازه. معنا کشف میشه نه ساختنی. یعنی فرانکل در هر کتابش حداقل این رو مورد نشانه قرار میگیره و این رو عنوان میکنه و هر فرد یگانه داره. انسان در برابر پرسش های زندگی پاسخگوست. یعنی وقتی انگار زندگی ازش داره سوال میپرسه، قراره که انسان همیشه پاسخ اونها رو
بده. و جالبه که همین شیوهی که در مورد معنا نگاه داره در حکمت سلیمان در همین عهد عتیق هم بهش اشاره شده و ما میشه گفتش که من به کمک هوش مصنوعی هم تونستم این در واقع این متون رو در بیارم و بتونم ببینم که آیا واقعا میشه شباهتی پیدا کرد یا این سوگیری نگاه من متون فرانکل. مثلا یک جا در مورد معنا توی کتاب در واقع عهد عتیق میگه که جانهای عادلان در دست خداست و هیچ عذابی به آنها نخواهد رسید. یعنی این شیوهی که میشه گفت در اواسط کتاب انسان در جستجوی معنا ما می‌بینیم فرانکل کاملا یک حالت فروپاشی روانی براش شکل میگیره. ما می‌بینیم تو اون کتاب یادداشت میکنه این ایمانی که به خداوند داشته و این جلوگیری میکرده. اما از نامه‌هایی که نقش در واقع فرانکل این رو برای دوستش ارسال کرده ما می‌بینیم واقعا دچار فروپاشی روانی شده، اما تو کتاب اومده تغییر داده و انگار اینو داره به مخاطب ارائه میکنه که اگر این تجربه رو داشتی، اگه با این جور چیزی مواجه شدی، حالا به چنین کاری بزنی. در حالی که هر انسانی اگر دچار فشار روانی بشه، دچار بحران روانی بشه، از هم میپاشه. طبیعت آدمی. نمیتونی طبیعت آدمی بگی باید ایمان داشته باشی بعد این کار رو انجام بدی، در حالی که خودش هم این اتفاق براش رخ داده بوده. میشه از نگاه مثبت هم به قضیه نگاه کرد که فرانکل به دنبال این بوده، یعنی در جلوی چشماش دیده بوده افرادی که کشته شدن و همینطور ازش، برای همین انگار تو کتاب داره مردم رو یه جورایی هدایت میکنه، مخاطب رو داره هدایت میکنه که بیاید ایمان داشته باشید، حتی در لحظه مرگ هم با ایمان بمیرید به قول گفته. و توی کتاب هم اگه بخوام اشاره بکنم، مثلا صفحه 115 هست، همین انسان در جستجوی معنا هست که میاد و میرسه به جمله نیچه. من حالا یک پاراگرافشو میخونم. میگه که کسانی که به رابطه نزدیک بین یک انسان جرأت و امید یا بی جرأتی و ناامیدی او درجه ایمنی از بیماری را میدانند خوب آگاهند که دست شستن از جرأت و امید میتواند تأثیری کشنده داشته باشد. چنان که علت نهایی مرگ دوست من این بود که آن آزادی که او در انتظارش بود اتفاق نیفتاد و در نتیجه او به شدت دچار ناامیدی شد که این مسئله خود مقاومت بدنش را در برابر تیفوس مزمن به طور ناگهانی پایین آورد و موجب نابودیش شد. ایمان او به آینده و اراده او برای زیستن فلج شد و بدنش بیماری را پذیرفت و سرانجام صدای عالم خواب به حقیقت پیوست. و جلوتر میاد و نسبت به زندانیان که امید داشتن که برای کریسمس به خانه‌های خود باز میگردند، میگه اونها وقتی این امید رو دیگه از دست دادن، مقاومتشون انگار از دست دادن و از بین رفت و باعث پیش بیاد. و این جمله نیچه رو اونجا بیان میکنه که کسی که چرایی برای زیستن داشته باشد از پس هر چگونگی نیز برمیآید. و دقیقاً 2 صفحه بعدش دوباره میاد و در نسبت با یکی از زندانیان که کشته میشه باز این رو به یک شکل دیگه‌ای مطرح میکنه. مردی که به مسئولیت خیش در برابر یک انسان که مشتاقانه در انتظار اوست یا در برابر یک کار ناتمام آگاه است هرگز نخواهد توانست دست به خودکشی بزند. او همچنین چرایی هستی‌اش را می‌داند و توان آن را نیز خواهد داشت که با هر چگونگی در افتد. که میشه این نگاه رو امروزه داشت یا یک نگاهش که هر چند انسان بتونه چرایی پیدا بکنه ولی نمیتونه با هر چگونگی بسازه، با هر چگونگی یا چگونگی ها اینقدر عجیب غریب براش ابهام ایجاد بکنن و نتونه از پس اون بر بیاد. در هر شرایطی، در هر موقعیتی، درسته که فرانکل به دنبال این بود که بخواد مردم رو به این راه هدایت بکنه که حداقل دست از مقاومت بر ندارن، اما خودش انگار یک باری بر دوش اونها اضافه میکنه که ببین من ایمانم از دست دادم، ببین من دیگه به اون خدا ندارم، الان که تو این وضعیتم اصلا دیگه چون ایمان و اعتقاد و اینها از دست دادم پس محکومم که مجازات بدتری برام ایجاد بشه در اون دنیای دیگه. اینا خودش فشار بیشتری ایجاد میکنه و به نظر من
در نسبت کسی که کار درمان انجام میداده چنین مکتبی، چنین گفتمانی باعث میشه حتی در جهان امروز به سمت انحراف و کسانی که خب توی حوزه انگیزشی کار میکنن راحت تر بیان از این مطالب استفاده بکنن و بگن در هر شرایطی، در هر موقعیتی شما میتونید با رنج بسازید، با هر چرایی داشته باشید که من اونم چقدر اون چرایی هم قرار من به شما بدم، چون من این چرایی رو براش پاسخ پیدا کردم به شما میدم، پس هر چگونگی رو قراره که بله بله، باهات موافقم که میدونی پرهام، گاهی برخی متونی که حتی خیلی ساده هم نوشته میشن اتفاقا انگار ابزار خطرناکی تبدیل میشن برای اینکه آدم‌ها به اون شکلی که میخوان، اگه علل خصوص اگه اون آدم‌ها مخاطب هم داشته باشن، بخوان این محتوا رو یک جوری به نفع ایده های شخصیشون یا حتی فروش محصول به شکلی تغییر بدن که این رو برای ضمن اینکه اون چه که ما در کتاب انسان در جستجوی معنا باهاش مواجه هستیم یک نسخه خیلی کوتاه نوشته شده از همه اون چیزیه که به عنوان مثال ما انگار یه نظریه رو میخوایم در قالب یک تجربه کوتاه توی یک کتاب کوتاه به نوعی به آدم ها برسون که ببین آدمی که میتونه توی این وضع با هر چی بسازه، تو دیگه هرگز تو وضع از این بدتر قرار نمیگیری، پس تو هم به نوعی انگار میتونی اینو بسازی. این در حالیه که ما میدونیم هر اتفاقی، حداقل از نظر رویکردی که من باهاش کار میکنم، ما میدونیم روی افراد از نقطه‌ای که خودشون ایستادند و تجربه میکنن بسیار یک رویداد واحد رو به طور منحصر به فردی میتونن ادراک بکنن. اما وقتی یه چیزی تا این حد ساده سازی میشه، انگار همونطور که خودت هم اشاره کردی میتونه به یه ابزار برای فریب دادن مخاطبی که تخصصش و واقعا حوزه کاریش و دانشش چیز دیگری است باشه. بیا من در 15 روز به تو معنا میدم، بیا من با خوندن یک کتاب به تو معنا میدم، بیا من باز هم تاکید میکنم من آدمهایی رو در همه این سالهایی که دارم کار میکنم دیدم که معناها بهشون کمک کرده. ولی واقعا اینجوری نیست که اگر بگم به کسی معنا کمک کرده قرار معنا به همه کمک بکنه یا قرار بی معنایی کسی رو از پا در بیاره. من فکر میکنم اینجا خیلی خوب میتونیم از نقدهایی که اساتیدی مثل رولومه یا اروین یالوم نسبت به این مسئله داشتن با هم بگیریم. ضمن اینکه واقعا من فکر میکنم حتی اگر در اون شرایط برای خود فرانکل که ایشون هم البته قبل از اینکه پزشک باشن، روان پزشک باشن، درمانگر باشن، قطعا یک انسان بودن و داشتن همه اون رنج ها رو به نوعی تجربه میکردن، واقعا میبینیم که برای اونم همین اتفاق داره میفته. پس اصلا عجیب نیست که ایشون هم به فروپاشی رسیده باشن و اساسا قرار نیست ما در شرایط تا این حد رنج آور دچار فروپاشی نشیم. اینکه چقدر امکان پاسخ سالم برای جواب درست دادن به این فروپاشی برام فراهمه مطرحه. بیا یکم بریم به اون سمت که این فکر میکنم شاید رولومی و یالوم به عنوان اساتیدی که من و تو هر دومون خیلی دوستشون داریم خیلی ما رو متقاعد کرد که بخوایم یه بازاندیشی داشته باشیم. کمی از مخاطبای محترممون برای مخاطبای محترممون از نگاه رولومی و یالوم نسبت به این مسئله بگیم، چرا که به نظر میرسه رولومی و یالوم نگاه هم از این طرف تونستن به مسئله فرانکل داشته باشن، هم از جهت دیگه تونستن این مسئله رو به نوعی نگاه بکنن. ما میدونیم در طی زمان دیدگاه یالوم نسبت به فرانکل تغییراتی میکنه که مثلا این تغییراتی هستن که تغییرات بدی نیستن. بشر میتونه به مثال خود من که از شاگردان یالوم هستم، ولی یعنی از کسایی که خواننده مورد علاقه کسی هستم که یالوم رو به عنوان نویسنده دوست داره، اما میخوام این شکلی بگم که به نظر میرسه که نگاه یالوم هم تغییر کرده و اون تغییر خیلی تغییر با کیفیتی بوده. در نهایت اون چه که یالوم میگه رو من خیلی میپسندم و قطعا تو بهتر از من برای مخاطبامون میگی، خوشحال میشم بهشون اشاره بکنی به اون مثال هایی از رولومی و یالوم در خصوص مسئله معنا درمانی و اون نگاه خشکی که انگار فرانکل در نهایت نسبت به معنا پیدا کرد. اینجا ما با مسئله معنا درمانی از ما با لوگوتراپی یا معنا درمانی نمیخوایم مخالفت بکنیم، بلکه میخوایم بگیم انگار که نمیشه به طور کلی یک قانون واحد رو برای همه به یک شکل تعریف و تفسیر کرد. درسته. قبل از اینکه به سراغ این
برم اینو اشاره کنم که حالا درسته که افراد میان به یک شکلی تفسیر به رأی میکنن که خود همین تفسیر به رأی کردن در شاخه و مکتب فلسفی به نام هرمنوتیک خب خیلی دامنش بازه که آیا ما تفسیر به رأی داریم، آیا افراد میتونن تفسیر خودشون رو بازتاب بدن نسبت به متن یا نه، تا چقدر میتونه انحراف ایجاد بشه، آیا راوی یا بشه گفت خواننده وقتی داره متن رو میخونه میتونه تفسیر خودش رو از متن میگیره یا باید بره به سراغ این که ببینه نویسنده به دنبال چی بوده، مؤلف به دنبال چی بوده، قصدش چی بوده این متن نوشته، که میگم دامنه خیلی بزرگی داره. من فقط درسته که نیچه با گزینگویی هایی که داشته استفاده های بسیار عجیبی ازش شده، ولی باز با این حال میشه گفتش که نمیشه رو در یک شد و گفتش که نیچه این بود و تمام. بله بله انگار هم دقیقاً. نیچه اکثر کسانی که توی مکتب قاره‌ای فعالیت میکردن همچون هایدگر با متنی که شما وقتی میرید باش مواجه میشی ببینید اینقدر دشوار فهمش و اینها، انگار خودشون این هدف رو داشتن که جوری بنویسن که هر چقدر که فرد بیاد ازش سوء تعبیر بکنه، ازش سوء استفاده بکنه، باز حرفی برای گفتن داشته باشه که بگیم نه قصد مؤلف اینگونه نبود. درست؟ بله با این حال من میتونم فرانکل رو اینگونه نگاه بکنم که باز با این حال پاش توی آکادمی بوده، یعنی یک پاش توی آکادمی بوده، یعنی با اینکه امروز ازش میشه استفاده کرد، سوء استفاده کرده یا هر چیز دیگه، پاش تو آکادمی بوده به خاطر اینکه روانپزشک بوده، به خاطر اینکه با بیمارای روانپریش بوده درمانشون میکرده. ما داریم کیس استادی هایی که فرانکل روانپریشا رو درمان کرد بله و همینطور اینکه با مکاری آشنایی داشته، یعنی عکسایی موجوده که با یاسپرس با هایدگر دیدار داشته. مخصوصا جالبه که بدونید بعد از جنگ جهانی دوم، مخاطبان شاید براشون جالب باشه، بعد از جنگ دوم که هایدگر منزوی خاطر اینکه میگن که ایشون با همکاری داشته و چیزهای مختلف دیگه، ولی فرانکل از اونجایی که خانواده‌اش از دست داده بوده و علاوه بر اون خودشون تجربه زیسته بسیار دردناک کشیده بوده، میره و به پیش هایدگر و دیدار داشته با اون و این چیز نشون دهنده تواضع فرانکل بوده، یعنی این که بخواد در واقع کینه داشته باشه نسبت به افراد و بخواد این کینه توزی بکنه و انتقام بخواد بگیره، قشنگ مشخص فرانکل این گونه آدمی نه. در مورد نقدی که روان درمانگران یه پتانسیال داشتن به فرانکل، رول اول از یالوم براتون بگم. یالوم در کتاب چطور من اروین یالوم شدم اونجا بیان میکنه از زمانی که میره و با فرانکل آشنا میشه، دیداری که با هم دیگه داشتن و از همون ابتدا یالوم میگه برای من عجیب بود یک فرد اینقدر هی کتاباش رو برای من معرفی میکرده، به کتاب در واقع دستش رو اشاره میکرده به کتابخونش، ببین کتاب انسان در جستجوی معنا در کل جهان ترجمه شده و من کتابخونم قرار دادم و از یالوم میخواد که اون رو دعوت بکنه و بره در کنگره و اونجا سخنرانی بکنه برای رزیدنت ها، برای اینترن ها. و اونجا وقتی سخنرانی میکنه انگار در 15 تا 20 دقیقه به نتیجه گیری میرسه که معنا درمانی ازش استفاده بکنید میتونه اینجور کارکردی داشته باشه که بلند میشه و بهش میگه این غیر انسان که در 20 دقیقه بخواد چنین کار. و فرانکل به هم میریزه در اون لحظه و برای یالوم عجیب بوده که اگر یک نفر با تو در واقع اختلاف بیفته باهات و حتی بخواد نقدت بکنه، چرا اینقدر باید به هم بریزی؟ برای همین وقتی فرد از اونجا خارج میشه، فرانکل به یالوم و اساتید دیگه فشار میآوردی که اصلا اینو از دانشگاه اخراجش بکنی، از بیمارستان. بعدها وقتی با هم دیگه هنوز داشتن مکاتبه میکردن، فرانکل یکی از کتاباشو براش دست نوشتهشو برای یالوم میفرسته که یالوم یک نگاهی بکنه، نظرش رو در مورد کتاب و اونجا یالوم متوجه میشه که انگار در یک کنگره که فرانکل شرکت داشته، وقتی داشته توضیح میداده در مورد تجربه اتفاقی که در اردوگاه کار اجباری داشته،
مخاطبینش 5 بار بلند میشن و تشویقش میکنن میشن. و اونجا بوده که یالون براش عجیب میشه که چرا اینقدر این مهمه که باید توی متن بیاری. و این رو یالون قرار میده در کتابش و جالبه، میگه حتی بهترین انسان‌ها گاهی زیر زخم‌ها به دنبال ستایشن و همین ستایش اونها رو کور میکنه. علاوه بر این یالوم وقتی تو سفرهایی که داشته و به سمت به وین میره، تصویر فرانکل رو میبینه که بسیار بزرگ چاپ کرده بودن. وقتی اون تصویر رو میبینه و باش مواجه میشه، در دل خودش میگه که واقعا اون مرد به نامی بود به خاطر اون تجربه دردناکی که داشت و یک همدلی پیدا میکنه با فرانکل به خاطر اینکه در نگاهش این منعکس میشه که بله اون اتفاقاتی که بر سر اون اومد، من انگار حق ندارم قضاوت بیج. و من در همونجا میگه بعدها که به دیدار رولومی رفتم از فرانکل دفاع کردم. که اینجا نیازه که حالا بگم رولومی به فرانکل چی بود که در کتاب اگزیستنس یا همون هستی که خانم سپید حبیب ترجمه کردن، بله. اونجا اشاره میکنه که به نظر میرسه برای همه مسائل فرانکل راههای روشنی رو ایجاد میکنه و در دستش داره، در حالی که این ساده سازی پیچیدگی زندگی واقعی رو پنهان میکنه و انگار به این شکله که بیمار نمیتونه هدفش رو پیدا بکنه و فرانکل برای اون فراهم میکنه. این کار ظاهرا مسئولیت رو از دوش بیمار برمیداره و او رو به مثابه یک فرد شأنش رو پیش پا افتاده قرار میده. این رولومه که همونطور که گفتم بعدها انگار وقتی به دیدار همدیگه میرسن یالوم و رولومه، یالوم بیشتر از فرانکل انگار دفاع میکرده که نه اون اتفاقاتی که برای فرانکل افتاده رو هیچ کدوم از ما نمیتونیم درک کنیم چون جاش نبودیم. این بود که خواستم بهش اشاره بکنم حالا از متن هر دوی اونها. مرسی ازت پرهام. من وقتی برای اولین بار این نوشته ها رو با خودم به اشتراک گذاشتی، به نظرم آمد که این چقدر واقعا ارزش دانستن داره، اینکه کسانی که ما به عنوان اساتید کتاب‌هاشون رو میخونیم، ازشون یاد میگیریم، ببینیم که اونها هم گاهی همدیگه رو نقد کردن، گاهی به همدیگه نکاتی رو گوشزد کردن. این کاریه که شاید ما امروزه خیلی با خیال راحت نتونیم نسبت به همدیگه انجام بدیم و انگار که خیلی کار راحتی نباشه، ولی ما میبینیم که توسط بزرگانی این کار انجام شده و اون آدم‌ها به قول تو با فروتنی و با حفظ احترام همچنان از همدیگه یاد کردن و به نوعی تجربه ها رو به همدیگه در واقع این حق رو دادن که انگار به فرانکل که اون دردی که فرانکل در طی اون سالها میکشه براش یک وضعیت روحانی، شاید با دقت باید این واژه رو استفاده بکنم. ما انتهای کتاب فرانکل به واژه‌های مهمی که واقعا نشان دهنده اعتقادات دینی فرانکل هست برمیخوریم و میبینیم که انگار به نوعی این اعتقادات براش شفادهنده، نجات بخش یا هر کدوم از اینها بودن، فارغ از اینکه بر اساس مستندات دیگه حالا این وضعیت چقدر وضعیت حقیقی روانشناختی فرانکل در اون ایام بوده، ولی به نوعی میبینیم که سعی کرده با استناد به یک چیزی که این مسئله خیلی من و تو امروز با اطمینان میتونیم بگیم اعتقادات فردیه و یعنی هر شخصی ممکنه یک مجموعه از اعتقادات رو در خودش داشته باشه، فرد دیگری به چیزهای دیگه‌ای دقت کرده باشه، به چیزهای دیگه‌ای معتقد باشد یا نباشد. پس در نتیجه انگار ما نمیتونیم یک قانون واحد رو بر اساس تجربه شخصیمون به گروه بزرگی از افراد اطلاق بدیم. و اون چه که خودم رو تشویق کرد پرهام که بخوام این لایو داشته باشم اینه که در طی خوندن کتاب خب خیلی جاها داشتم به این دقت میکردم که این جملاتی که من دارم میخونم چه احساس رو در مخاطب من برانگیخته میکنه. اگر قرار باشه من یک کتاب رو، خب من اکثر کتاب‌هایی که این روزا دارم میخونم آثار داستایفسکی هست، ما میدونیم داستایفسکی یکی از آدماییه که خوندن کتاباش اصلا حکم مدلی از تراپی رو در حداقل برای خود من، ولی که ما میبینیم که داستایفسکی که روان درمانگر نبوده با
جزئی نگری بیشتری نسبت به مسائل روانشناختی داره نظر میده و کتاب انسان در جستجوی معنا حداقل کتابی که ما می‌بینیم خیلی نقطه نظرات مهمی رو خیلی قاطعانه بیان میکنه. اون چیزی که من رو تشویق کرد که بخوام امشب این لایو رو داشته باشم به یاد آوردن این حقیقته که عده‌ای براشون معنا وجود داره، عده‌ای معنا رو پیدا میکنن، عده‌ای معنا پیدا نمیکنن، عده‌ای تا آخر عمر در جستجوی معنا هستن و عده‌ای به دنبالش نمیرن. هیچ کدوم از اینا به این معنا نیست که اگر اینجا بهتر از واژه معنی استفاده بکنم، به این معنی نیست که بگم اگر تو معنایی پیدا نکردی برای آنچه که داری زندگی میکنی، تو در نقطه خطرناکی از زندگیت هستی. یا اگر کسی معنا پیدا کرد دیگه با هر سختی که از اینجا به بعد قراره به دنبالش بیاد یا بر سر راه زندگیش قرار بگیره میتونه کنار بیاد. میدونید اینا چه خطری داره از نظر خودم پرهام؟ انگار که روان درمانی یا علوم انسانی که علومی هستن که به اندازه فرد به فرد میتونن تنوع داشته باشن، با یک لنز محدود شده به معنا بهش نگاه کرده باشیم که ما میدونیم این چیز خطرناکیه. اینکه الان این تعداد رویکردهای درمانی و این تعداد متدها وجود داره، شاید یکیش همین تنوع ساختار روان بشره که شاید از مؤلفه های مشابهی در هر کدوم از این رویکردها به نوعی با واژه های مختلف استفاده شده باشه، ولی هیچ کدوم از این حقیقت کسب نمیکنه که هر اتاق، اینو جسارت میکنم به عنوان درمانگر میگم، هر اتاق درمان با اتاق درمان دیگری فرق داره و این تنوع بالای شرایط روانشناختی و تجربه های زیسته بشر من رو به عنوان درمانگر در برابر دیتایی که بهشون میدم، در برابر محتوایی که در اختیارشون قرار میدم مسئول میکنه که نگم با قاطعیت بگم تو این مسیر رو باید بری و هر مسیر دیگه غیر از این بری ممکنه تو رو به گمراهی بکشونه. حال این که نه، ما میدونیم یه همچین چیزی نیستش. درسته، با شما خیلی موافقم، به خاطر اینکه خب شما تجربه درمانگری داشتید و این خودش شایسته بسیار تحسینه و همینطور احترامه. خواهش میکنم لطف دارید. من اینکه مواجهه با انسان ها هم از یه طرف با رنج بیماریشون بوده توی بیمارستان و هم از طرف هم بود که من در گرجستان فعالیت میکنم، در برگزار شدن تورها به عنوان لیدر فعالیت میکنم و اونجا با لذت مردم هر دو بود رو یه جوری میشه گفتش که نگاه کردم به قضایا که اونجایی که دارن رنج میکشن چگونه انسان ها با هم دیگه ارتباط دارن و اینجا که به دنبال لذتن چگونه ارتباط دارن. و حالا برای من خیلی جالب بود این دیدن این دوتا منظر و تجربه من خیلی و این چیزی هم هستش در نسبت با معنا. به نظر من کاری که فرانکل انجام داد به دنبال این بود که بتونه روایت خودش رو به دست مخاطبش برسونه. این درسته که ایمان داشت، اما این کتابی که یادداشت کرد و در ابتدا هم میخواست بدون اسمش یادداشت کنه و حتی اسم خودش رو قرار داد بر روی کتاب، به دنبال این بود که انگار این روایت رو افراد بخونن و غرق خودش بشن که و امروزه هم به نظر میاد که یک روانشناس، یک روان درمانگر یا هر کسی که توی حیطه علوم انسانی به دنبال اینه که ببینه رنج انسان‌ها رو فهم بکنه، درک بکنه، هم با هم انسان‌ها نشأت میگیره که بتونه فرد درک اینو داشته باشه که چی میشه که انسان‌ها رنج میکشن. خب شاید بعضیا مسئلهشون این نباشه، مسئلهشون چیز دیگه باشه، اصلا رنج انسان نباشه، به دنبال چیز دیگه باشه. برای همین به نظر میاد که رمان خواندن روایت آدم‌های مختلف این باعث میشه که عمیق بشن در داستان و به قول آلن دوباتن مؤلفشون رو بگیره و بگه بیا با من وارد داستان. و کسانی که خب زیاد رمان خوندن، داستان خوندن، حداقل میتونن با همراه باشن در این نظر که بله وقتی شما یک رمان رو دارید میخونید انگار واقعا غرق اون داستان شدید و بهتر میتونید فهمید تا اینکه یک مکتب رو مثلا به عنوان مثال درمان روانپویشی رو کتابش رو شروع کنید به خوندن و در
یک مثالی رو برای که بگه بله فرد دچار اختلال وسواس، پدرش اینجوری بوده، پدرش اینجوری بوده و من نگاه اینگونه نیست که فرد بخواد رمان بخونه و بخواد اسم اختلال روشون بذاره و بگه مثلا فلان. نه، بله بتونه فهمی بکنه از روایت‌های گوناگون انسان. بله برای همین اگزیستانس شما نه تنها با رمان، با شخصیت‌های رمان، بلکه با تک تک انسان‌ها فرق نمی‌کنه در چه حوزه‌ای دارن کار می‌کنن، از راننده اسنپ گرفته تا کسی که توی سوپرمارکت داره کار می‌کنه تا مدیر و معاون و هر کس دیگه. وقتی بخوای داشته باشی که اون انسان ریک روایتی داره برای زیستش و بعضی مواقع به من اجازه میده که من ورود بکنم به جهانش، یعنی شروع میکنه به حرف زدن از دنیای خودش، داره بر صحبت میکنه، این اجازه رو دارید که شما با یک جهان دیگه مواجه بشید و این جهان دیگه مواجه شدن نشون میده که شما نمیتونید با یک ابزار، با یک رویکرد، با یک ایدئولوژی به این برسید که من میتونم انسان رو بفهمم، طبیعت انسان رو باهاش مواجه بشم و چیزهای مختلف دیگه، حتی در آخر بتونم درمانش بکنم. به خاطر اینکه انسان‌ها همه گون مختلف و متفاوتن و در نسبت با همین که ایجاد میکنن خود همین دو برابر کنه این تفاوت رو و میگم این واقعا شگفت انگیزه. وقتی به فضا نگاه میکنن براشون جذابه و میبینن که در دل این کیهان و این ستاره ها و این کره ها چه شبکه‌ای نهفته. ما هم انگار برای خوندن رمان ها، حکایت روایت ها غرق در این میشیم که چقدر اینها در هم تنیده شده و به دنبال این که واقعا درکش بکنیم و یه جایی هم واقعا نمیشه درک کرد و ابهام برانگیزه. بله دقیقاً دقیقاً اینکه شرایط زیسته به این گونه است. دقیقاً. فرهام، من اخیراً یه مطلبی میخوندم از یکی از همکاران که نوشته بود تو استفاده از واژه‌هایی مثل میفهممت و درکت میکنم هم در اتاق درمان مراقبت کنین، چون خیلی وقتا درک نمیکنیم، خیلی وقتا نمیتونیم بفهمیم که چی بهش گذشته و این باگ درمانگر یا نقص درمانگر یا بدی وضعیت مراجع کننده نیست، بلکه وضعیت‌های انسانیه. خیلی وقتا یک وضعیت‌های انسانی دیگه برای من قابل تجربه، این در واقع قابل تصور نیستن. پس در نتیجه خیلی وقتا حتی در خود اتاق درمان هر کدوم از عزیزان هم مجبوریم از واژه‌های متنوعی به عنوان درمانگر استفاده بکنیم که بگیم ببین من شاید نتونم بفهمم تو چی کشیدی، ولی آگاهانه اینجا کنارت هستم تا به کمک خودت بفهمم که به تو چی گذشت، که بتونم در این سفر یا من از واژه جرنی خیلی خوشم میاد. پرهام تو بهتر از من میدونی معادل فارسیش چی میتونه باشه. شاید سفر به اندازه کافی بازتاب دهنده معنای این واژه نباشه، ولی در این جرنی به من این اجازه داده بشه که بخوام تو رو بشنوم و کنارت بیستم تا بدونم که بر تو چه گذشت. حالا ممکنه نفهمم، ولی این که بدونم میتونه یک ارزش ارتباطی واقعا ویژه‌ای رو برای هر اتاق درمان ایجاد بکنه. در نهایت که مرسی از تو برای اینکه پرهام به من کمک کردی که یک نقطه تازه‌ای یک کتاب رو بخونم و به جرئت بهت بگم این بار که این کتاب رو خوندم انگار کتاب تازه‌ای میخوندم، انقدر که این تجربه برای من این بار تجربه متفاوتی بود. ضمن اینکه همواره با وجود اینکه احساس همدلی میکنم نسبت به آدم‌هایی که درگیر رنج‌های بزرگ میشن، اما این رو من فهمیدم که میتونم با آرامش بیشتری به روایت ها گوش بدم و به جای پریدن در دل این که آره این داستان همش همینه، با سرعت کمتری ببینم، بشنوم، به بوته بررسی بذارم، حتی به بوته نقد بذارم. نقد خیلی وقتا میتونه واقعا کار آسونی نباشه برای منی که آدم به طور کلی شاید منتقد در طی این دوران زندگیم نبودم. مرسی ازت پرهام. من میبینم که یکی از مخاطبان عزیزمون نوشته سوال داره. هر کدوم از عزیزان دیگه که سوال دارن ما اینجا هستیم که اگر دوست عزیز سوال داره به سوالات پاسخ بدیم. پرهام جان شما نکته‌ای داری بگی؟ نه خیلی ممنونم. خواهش میکنم. خیلی همون مسیحی که صحبت کردیم بین درمانگر و در واقع همسفر یا همون درمانجو خودش بازتاب دهنده همون سخن بود در ابتدا.
البته آقای نقی‌زاده، من میتونم ازتون خواهش بکنم که برای ما سوالتون رو بنویسین؟ اگر مایل باشین با توجه به اینکه نزدیک به 1 ساعت هست ما در لایو هستیم، چه پرهام عزیز و چه بنده اگر توان پاسخ به سوالتون رو داشته باشم خوشحال میشیم که در دایرکت همراهیتون بکنیم. آقای نقی‌زاده، براتون مقدور هست گفتگومون رو در دایرکت داشته باشیم؟ من اسم آیدی شما رو هم یادداشت بکنم. از همکاران هم هستیم. اگر از نظرتون مانعی نداره ما در دایرکت شما رو پیگیری بکنیم. سپاسگزارم از شما. اگر دوست عزیزی سوال دیگری داره ما خوشحال میشیم بهش پاسخ. سپاسگزارم از تو پرهام که امشب وقت دادی و کنار من بودی راجع به موضوع. سپاسگزارم جناب نقی‌زاده. سپاسگزارم ازت که این نکته ها رو به ما گفتی. همیشه برای من دیدن و شنیدن یک موضوع از نقطه دیگری که من قادر به دیدنش نبودم میتونه ارزشمند و آموزنده باشه. مجددا آخر گفتگومون پرهام دلم میخواد به این تاکید بکنم که گاهی معناها کار کردن برای آدم‌هایی و ما به اونا دست نمیزنیم، حتی شاید دلمون میخواد که ازشون بشنویم که معناها کجاها براشون کار کرده. چون اگر بخوایم روایت فرانکل رو فقط به چشم یک قصه یا یک داستان یا یک تجربه زیسته یا یک رمان بهش نگاه بکنیم، ما میبینیم که اثر ارزشمندی خلق شده. فارغ از اینکه بخوایم با عنوان یک برنامه درمانی بهش نگاه بکنیم، با عنوان یک روایت نگاه بکنیم، اما میدونیم که الزاما معنا درمانی قرار نیست با صراحت و ساده ترین شکل ممکن قرار نیست معنا درمانی برای همه کار بکنه و یگانه راهی باشه برای اینکه ما بخوایم روان درمانی رو تجربه بکنیم. از طرق مختلفی میشه روان درمانی و در واقع اون سفر درمانی رو برای آدم ها متصور شد و آدم ها انتخاب بکنن و این پذیرش این تنوع به نوعی انگار پذیرش تنوع نوع بشر. کاملا درسته و میشه گفتش که همین نگاه فرانکل هم اگر شاید امروزه میدید که ما داریم بازخوانیش میکنیم، یک نگاه دیگه‌ای به این قضیه داریم، شاید قبول میکرد. از این منظر که خب کاملا روشنبینی بود، روشنفکری بود و تواضع داشت نسبت به ایده هاش و نقدهایی که خب هم به فروید داشت و هم به آدلر، باعث میشد که مورد بازیابی قرار بده نگاهی که داشت و چطور که یالوم طول مسیر زندگیش هر جایی وقتی دچار اشتباه میشه برمیگرده و به خودش نگاه میکنه. من فکر میکنم که فرانکل همچنین کاری میکرد و متوجه این نکته میشد معنا درمانی ازش استفاده میکنه برای هر انسانی و هر شیوه اختلال و مشکلاتی که افراد باهاش دست و پنجه نرم میکنن. باهات موافقم. امید که ما هم این شیوه رو داشته باشیم و بلد باشیم. خودم رو میگم به اینکه متاسف نباشیم به نقطه‌ای که درش ایستادیم و بپذیریم که انواع و اقسام نگاه‌های دیگه هست که میتونیم با شنیدنش بهتر بیاندیشیم، بازتر فکر کنیم. سپاسگزارم از تو و همه عزیزانی که تا لحظه آخر لایو در کنار ما بودن. این حضور بسیار ارزشمنده. مجددا از آقای نقی‌زاده خواهش دارم در دایرکت با ما در ارتباط باشین. روز و روزگارتون خوش باشه. شب بر شما بخیر پرهام عزیز. اگر نکته‌ای داری به اشتراک بذار، اگر نه که من از لایو رو با هم دیگه ببندیم. خیلی متشکرم، ممنون که این فضا رو دادید و در دستور این گفتگو. خواهش میکنم. شب براتون بخیر. خانیتون رو ادامه بدید و بسیار جالبه. بروی چشم. حتما. مرسی ازتون. ممنونم. خدا نگهدار همگی عزیزان. خدا حافظ.